خب سلام خدمت دوستان عزیز. به تستنت دیگه در خدمتتون هستیم. تستنت هانا نتورک. شما با گوگل ثبت نام میکنید. خب جیمیل رو تایید میکنید. ادامه دادن رو میزنید. خب میبینید که اینجا از شما یه پسورد میخواد. پسورد رو وارد میکنید. خب بکنم اشتباه زدم. چرا؟ خب کلا دارم با فارسی تایپ میکنم. خب پسوردی که زدیم نمیخوام سیو کنم. خب اینجا باید میبینید که داره تست توکن رو حساب میکنه. خودش به طور خودکار و شما حساب میکنه. صبر میکنید توکن تستی ها بیاد. من ویدیو رو پاز میکنم که تایمش زیاد نشه. خب توکن ها به ما فرستاده شد. حالا شما آدرس والت متاماسکتون رو کپی میکنید. خب میایم بخش ترانسفر. توکن ها رو دونه دونه انتخاب میکنید. یه مقدار خیلی کمی انتخاب میکنید. پایین آدرس والتتون رو انتخاب میکنید و ارسال میکنید براش. یعنی تنها کاری که فعلا میشه انجام داد همینه که میبینید ترانسفر توکن. خب اینو سعی کنید هفتگی بزنید. هفتگی اومدید حداقل 10 تا بزنید تراکنش که شما رو یوزر فعال ببینه. حالا تو روزی با 3 روزی رو میتونید بزنید که من تهش میگم که حداقل هفتگی 10 تا 20 تا رو بزنید واسش. خب سعی کنید از همین توکناشون استفاده کنید. ترانسفر کلیت کار این پلتفرم همین بود. بایسل فعلا کار نمیکنه. روی مینیت میخواد کار کنه. ما این کار رو انجام میدیم واسهش. اگه خواست ریواردی حساب کنه برای تستنتش که ما هم شامل دریافت ریوارد بشیم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. موفق باشید.